سلام. سلام. خوبی شما؟ سوال خانم. حالا شما خوبی شما؟ اجازه دستتو ببوسم. چرا؟ ای بابا آخه کاری که شما برام کردی کسی نمیکنه. چیکار کردم خودم؟ همین آقا رضا رو نوشتی مدرسه تیزهوشان. قربون شما برم. وظیفه‌م بود. بعد شما خیلی لطف کردی. 3 2 1 اجازه من پاتونو ببوسم. 3 2 1 سلام. خوش اومدید به برنامه‌ای که اصلا اسم نداره ولی میدونید چه برنامه‌ایه؟ مسابقه فینال مسابقه آشپزی. جمع بلد نیستی تو بدی یا؟ فینال مسابقه آشپزی. همونطور که مستحضرید بچه‌ها مقداری پول جمع شد در 2 قسمت قبل. من و محمد توی هر قسمت از مسابقات آشپزی با هم دیگه مسابقه میدیم. 3 تا مواد اولیه‌ای مشخصی میذاریم وسط. مثلا مواد اولیه‌ای این دفعه بادمجون، پودر سوخاری و تخم مرغه. درسته؟ بله. و تخم مرغه. هر کدوممون از قبل انتخاب میکنیم که چه غذایی رو درست کنیم و این غذامون باید 20 دقیقه طول بکشه در حالت عادی. ولی چون الان توی فینال هستیم خیلی حساسه این قضیه. ببین خیلی حساسه. کردیمش 25 دقیقه. سر هر 5 دقیقه ما یه چالشی داریم که تو این کارتاست. این کارتا رو باید بکشیم. چالش به خودتون میفته یا به رقیبتون میفته. چالش‌های سختیه. باید در حین آشپزی انجام بدیم. یک سری کلمات ممنوعه هم داریم که چیاست؟ کلمات ممنوعه چیاست؟ این دفعه چیاست؟ تو، من، بله، خیر، یعنی همون نواره و بچه‌ها. یعنی بله و خیر هم هست، نمیشه جای آره. ببین تو نمیتونی به جای آره و نه استفاده کنی اون دوتا دیگه. نمیخواد تو به بچه‌ها یاد بدی چجوری تلخیه بادمجون رو بگی. حالا ما قبلا گفته بودیم که توی 5 قسمت قراره که این فصل اول مسابقه آشپزی تموم بشه ولی انقدر تنین خانم سوتی داد و انقدر جریمه شد دیدیم که خب دیدیم داریم بدبخت میشیم. این داره خیلی زیاد میشه. گفتیم سر قسمت سوم ما مسابقه فینال برگزار میکنیم سر این پولایی که جمع شده. این الان 220 دلاره. 250 دلاره. 250 دلاره. 250 دلاره. هر چقدر جمع شه تو فینال میره روش. برنده که برنده شده با این پول میره چیزی برای خودش میخره. ویدیوش هم نشونتون میدیم. آره. بریم که سانسکان سایتو شروع کنی. من غذایی که براتون امروز انتخاب کردم کوکی به سرمونه. یعنی چی؟ کوکوی بادمجونه. غذای فوق العاده خوشمزه. یعنی شما اگه بادمجونم دوست نداری از این غذا خوشت میاد. شما چی انتخاب کردی؟ من بادمجون سوخاری. حلقه های بادمجون سوخاری. اسم غذای من میبره اصلا غذای تو رو. بادمجون سوخاری. خدا به سر شاهده. بری یه رستورانی که مثلا غذای ایرانی میده بادمجون سوخاری سفارش میدی یا کوکو بادمجون. بادمجون سوخاری هم ممکنه جذبم کنه. یعنی چی؟ هر کسی یه سلیقه‌ای داره آقا. گم شو اون پیش بینی چی؟ اینو از زودتر میگفتم دستت اینجا. پیش بینی چیه برای برنده این بازی؟ ببین خیلی من استرس دارم به خاطر اینکه واقعا من اون لحظه که درگیر یه چیزی ام تو از من سوتی میگیری. بله. سنگ کاغذ قیچی بازی میکنی که کی نفر اول بکشه. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. خودم بهت میدم. نه خودم میدم. تو علامتک زدی. دستایتو کذبه. بفرمایید. تو چیزی رو جابجا کردی؟ رقیب تا 2 دقیقه نوکر بی جیر و مواجه به شماست. نمیشه که من خودم کار دارم. آماده ای؟ 3 2 1. خب رنده رو بده به من. نوکر بی جیر و مواجه تا 2 دقیقه. خب کاری که جناب عالی قراره بکنی این دستیاره برای این بنده خدا 2 تا تخم مرغ بشکن توی چیز. ببین باید بگیری سوتیای منو. اگه نگیری چون من خیلی از این کلمات استفاده میکنم ولی شما اصلا حواست نیست. مرسی. نه از الان که شروع 300
100 تا گفتم. چیکار کنم؟ یک کاسه بیار. زود باش. عجب چیزی بهم افتاد. خوبه؟ 2 تا تخم مرغ. خب خودم چی؟ دیگه چی کارتمه. همه چی خوبه؟ اوضاع احوال کار و زندگی. خدا رو شکر. بد نیست. تعریف کن مامان خوبه. می‌ترسی حرف بزنی؟ خیلی. دوستای گلم، عزیزای داخل خونه. چیکارش کنم؟ آخه اصلا اعتمادی بهت ندارم. یه قاشق مایونز، یه قاشق ماست. کاری که باید بکنی. سس مایونز؟ بله. دوستای گلم، ما این بادمجون رو باید حلقه های نازک این شکلی. خیلی ماست همین خوبه یا ماست دیگه گرفتی؟ البته. حالا فکر کردی مثلا همین جوری ادامه پیدا میکنه؟ یه قاشق نمیتونم، یعنی یه دونه حلقه جالب در نمیاد. نگاه کن نصفه شد. چیه غذات؟ عرض کردم. چرا عجله دارم میکنم؟ نمیدونم. اذیت نکن دیگه، بیش شرف بازی در نیار. آره این فکر کنم کافیه فعلا. هم بزن. باید بگی. خیلی بیش شرف عالمی هستی که دومی نداری. آها تعریف کن. سریال چی میبینی؟ آفیس میبینی؟ میبینم. میگن یه سریال اومده، یه انیمه خیلی قشنگه. اونو دیدی؟ اسمش چیه؟ اسمشو نمیدونم ولی تو اونو دیدی؟ ندیدی؟ فکر نمی کنم. خب دوستای گلم، من اینو من دارم. خیلی وقت 2 دقیقه تمام شده، برو گم شو. اینا شسته است؟ اصلا به من ربطی نداره. خب چه خبر؟ چی شد دستت بودی؟ رفت زیر ناخونم. بادمجون بده من. سکن سویل آقای من. این الان یه گندی میزنه. برو کنار اگه میخوای نخوره بهت. پوسکن. اوه پوسکن نداریم. بدبخت. شبا چی کار میکنی؟ سریال میخوابم شبا. چطور مگه؟ اینا رو میذاریم کنار، موادمون رو درست میکنیم. این الان تو تخم مرغ چیزو ریختی؟ کی؟ تخم مرغ چیزو ریخت؟ بادم زدم. مرسی. فکر کردی من مثل تو لاوبالیم؟ البته. چی البته؟ خب کچاپ نریختی؟ ماست ریخت. بچه‌ها من اینجا تقلب دارم. کی اونجا تقلب داره؟ یه جوک برامون بگو بطی. بذار من توضیح هم بدم که بچه ها حداقل چیز باشه، یعنی یاد بگیرن که چی جوریه. بچه ها اول چالش تمومه. کارت این صدای سگ که میاد یعنی 5 دقیقه چالشی ما تموم شده. خب کارت باید بکشی. باید بیای بهم کارت بدی. رو کارت رو بهم بده. کاری نکن. ای خدا ای فلک، من باید بهت کارت دادم. کی باید بهم کارت بده؟ اینو بذار اینجا بابا. چرا که نه؟ 2 دقیقه نشسته کار کن. چرا تشفوش نوشتی؟ نباید اینو بگی. میخواستم بخندی تش. بشین. خواستی بخندی چی؟ تهش چی گفتم؟ میخواستم بخندم تهش. اینو گفتم. مشکلش چیه؟ خب بذار باشه. خب نشسته. بشین. چی؟ بشین. تو منو اسکول پرت کردی. چی؟ بشین. نشسته. رفت. بشین روزانو. ببین. نه بابا بچه‌ها ببینمت. 2 بار گفتی. آخه میبینی چجوری هرسم میده تو اونم زدی. بشین.
بادمجون رو رنده میکنید دوست خوبم. با رنده درشت هم رنده میکنید. من میخوام علاوه بر اینکه مسابقه رو شما میبینید یادم بگیرید که کوکوی بادمجون چه غذای خوشمزه ایه. خوشگلای من درسته تانی جان؟ این چه باد داد؟ خوشگلای من 2 تا تخم مرغ زدیم، یه قاشق بابا یه قاشق خردل زیاد نمیزنم. مطمئنی خردل باید آره. میزدی؟ یه قاشق ماست، یه قاشق مایونز، 2 تا تخم مرغ. آخ ماست نزدم. ماست نزدیم؟ دروغ میگی مثل سگ. زدم. کثافت. زدی یا نزدی؟ زدی یا؟ نزدی. بیشتره. اون حساب نمیشه؟ نه. نمیذاره خیلی لحاظ روحی خیلی من تو تحت فشارم. خب رنده داره عمونمو میبره. زر تو نمیدونی من چه حالیم؟ کی نمیدونه تو چه حالی؟ لال پتی نمک صورتی. تا حالا 100 بار کلمات ممنوع استفاده کردم هیچ کدومو نفهمیدی. مرگ من راست میگی؟ مرگ کی؟ اوه چه بیشرفی هستی تو. کی بیشرفه؟ بچه ببخشید اگه من میرم اون پشت چالشه. چند دقیقه نشسته بود؟ 5 دقیقه. مطمئنی؟ ببین کارت زیرته. مطمئنی؟ 2 دقیقه بابا. پودر سیر. 1 دقیقه. نه دیگه تموم شده. تموم شد. پودر سیر. بگیر بابا. با کی؟ کافیه. نمک صورتی من نریختم. خب بچه خب بادمجونه که رنده کردی پاپریکا تو که رنده نمیخوای. خیلی بیادب. تو 300 تا حالا یه دونشو گرفتی. چه خوشحاله. باشه چاره باشه پاپریکا. دوستای گلم رنده که کردید بادمجونو یه همچین حالتی در میاد. پیاز چیکار باید کرد؟ یه نصف پیاز به ما میدی؟ فلفل سیاه. یه نصف پیاز. بچه 500 گرم 2 تا پیاز متوسطه، ولی ما 250 گرم بادمجون داشتیم، یه دونه متوسط استفاده میکنیم. خواهش میکنم به هم بگو که ماستو ریختی؟ مایونز چی ریختی؟ لن یادم نمیاد. بعد ریختی یا نریختی؟ ریختی؟ جفتشو ریختی؟ ریختم. چقدر ریختی؟ یه قاشق از هر کدوم. مرگ من راست میگی؟ راست میگم. مرگ من راست میگی؟ راست میگم. ریختی؟ راست میگم دیگه. ریختم. میخوای از من کلمات ممنوعه بگیری؟ نه بابا این باید چی بابا؟ این باید 0 میشد. مایونز چقدر ریختی؟ یه قاشق. تو کمکم کنی. کی کمکت کنه؟ نه غذات خوب میشه، نه کلمات ممنوعه میتونی از من بگیری. یک سرم داری استفاده میکنی از کلمات ممنوعه. عوضش سرم بالاست. پیش مردم رو سفیدم. ای وای من چرا دارم پیاز تو بادمجون رنده میکنم؟ قرار بود که این موادش خیلی سفت‌تر بشه. آخه اصلا چرا باید این کمک من کنه؟ اون ماست چکیده نیست. نگفت چکیده باشه یا نباشه. پیاز هم بسته. خب بچه‌ها وقتی که بادمجون رو رنده کردید یه قاشق نمک بزنید روش که تلخیشو بگیره دوستان. نمیخواد تو به بچه‌ها یاد بدی چجوری تلخی بادمجون رو بگیر. خارج چش سوزش چش. 5 دقیقه تموم شد. محمد سیت خودم یه لحظه به شرمنده. خب آب پیاز رو میگیرید. خوشگلای من پاشی کششه؟ بابا زشته. متین ریملم بریزه من میدونم و تو
تو میدونی و کی؟ نگفتم گفتم ریملم بریزه. نگفتم فلانی میدونه و فلانی دو تا یعنی نگفتم این دوتا رو شو به شک بذار. اینا رو شک بذار. ممکنه که بالاش شه می‌نویسم یعنی دو به شکه اینا. تو دردبین اگه دیدم چیزه. آب بادمجون رو کی باید گرفت؟ آها بعد نمک. گل چیه؟ آخ چالشکه؟ وای همینجوری داره میریزه زن. تو باید بکشی. حالا یه دونه تو 400 تا گرفتی. خفه. بفرمایید. بچه‌ها بالای منه. بالای کیه؟ میترسم جا نشه. نوبت کیه؟ بده بکشم. نوبت کیه؟ اینجانه. نشسته بودی؟ چی؟ آها شما باید بکشی. با شما میذاشی. گل عادی تو یه کاری کردی. کی کاری کرده؟ ای خدا ای فلک ای طبیعت. 30 تا کلاغ‌پر. رقیبت پایینش بشه رقیبت. برو که رفتیم. برو نه رو به مردم که ببینن آدم ها. 3 4 خوشگلای من 30 تا تازه 4 تا رفتی. خفه شو. گفتی 4 سریع هشت علی 8 تا رفتم. برو بینیم. برو ادام خوب شد. 9 10 11 کمک نگیر 12 کمک نگیر 13 بوتر سخاری باید 14 دونه درشت باشه دونه درشت 15 چند تاست؟ این 15 تاست. نه 15 تا دیگه مونده 16 17 برو گم شو 17 18 19 نمیتونم. 20 باید الان بری یا برو. ای میگم ورزش کن اونم افتاد. 21 22 اسکل این چیه؟ 23 برو پایین. بیا پایین 23 میخوام بشینم رو بیا برو 24 رو میخوام با من بری با 24 6 تا دیگه مونده 25 صدا خیلی بده 27 28 29 30 مونده 27 به من چه خب ازم در خوشگلای من مگه خوشگلای من به من توجه کنید. اینا رو ما باید بذاریم کجا؟ بذاریم توی حالا بچه‌ها پاسی. به کی توجه کنم راستی خوشگلات؟ نگفتم. چرا؟ 100 بارم گفتی 3 بار 1 2 3 حواسش جمع. یه پوست تخمه افتاده بود تو بادمجون. نه پوست بادمجون. ما آب بادمجون هم باید بگیریم بعد از اینکه یه مدت 2 دقیقه و نیم طول کشیده. چقدر تو ورزشکار نیستی. ما بادمجون رو میکنیم توی موادمون. البته که موادمون باید چیزتر می بود، پرکاشن‌تر میشه داره، رقیق‌تر، غلیظ‌تر، ببخشید غلیظ. آب بادمجون رو دوستان بگیرید کامل. فکر کنم میخوام کوبیده بزنیم. تاپاله ما میخوام تاپاله و ببخشید توفاله. فهمیدی؟ چی شده؟ آرد نریختم. پیاز و بادمجون رو قاطی میکنید، یه دونه تخم مرغ میشکنید توش. حتی خواهش میکنم این کثافت ها رو بردار. غذا هرچی کثیف‌تر تمیزتر. خیلی سخته با یکی مثل این کار کردن.
یه قاشق ببخشید نوشته بودم با دست چیز کنم نه دستم بود تخم مرغ میشه. 4 تا قاشق آرد میریختی. آرد معمولی؟ آرد معمولی. 1 2 3 حالا 3 تا فکر می‌کنم بس. دوستای خوشگلم حالا وقت چیه؟ خداحافظی. زردچوبه مرض زردچوبه رو هر چقدر فکر میکنید صحیحه بزنید. اون موادته؟ بله؟ اون موادته؟ مواد دامه چقدر پیازش زیاده. راست میگی؟ من اصلا خبر ندارم. بخوای چیزم کنی؟ کیو؟ روحیه‌مو خراب کنی؟ حالا یه ذره پودر سیرم بزنید. سیر تازه هم میتونید بزنید بچه‌ها. داره صفر میشه چه توجه نمی‌کنی؟ چی شده؟ چی زدی صفر شد؟ آردک. خب دوباره قاطک میکنیم با هم. 2 ثانیه مونده. چی دیگه باید بزنیم؟ کانسترکشن رو ببینم. خب یه قاشق آرد گندم ما میخوایم. یه قاشق. حالا چون ما بادمجونمون کمه یه نصف قاشقک میزنیم برای اینکه مواد قوام بیاد و دوستای گلم بادمجونمون ری بده. بهتر شد. وقتی هم فکر نداری. کنم دارم به آشپزی علاقه پیدا میکنم. 5 دقیقه نوبت. چندم بود؟ سوم؟ بله 10 دقیقه دیگه فقط وقت داری غذات بره رو گاز. کجاست چیزا؟ حتی کارتا گم شد. اینجاست عزیزم اینجاست. اینا استفاده شده است؟ وای 30 تا کلاغ‌پر استفاده شده است. وای این که نه. اینم چیزه. میتونید یه ذره از آرد سوخالی رقیق خب. بردارید بریزید توش. میتونید که نه واجبه باید بزنید آرد سوخالی. بیا. وای این آب پیازو بردار. نمیشه جاغاتون عوض بشه. وای نه تو رو خدا. وای چی؟ بیا نگران نباش کارو دست میگیرم. گم شو. چیکار باید بکنم بهم بگو. چیکار بابا نمیتونم وایسم. همینه. چیکار باید بکنم برات؟ وای چه کثافت خونه اینجا. چیکار کنم؟ فقط بزنین تو اجازه بده. آی پاها. از دستکش استفاده کن. چرا؟ دستات کثیف. نه بابا شستم. نه دستکش استفاده کن. حالا بزن تو چیز. من چیکار کنم؟ شما اونو هم بزن برو رو گاز. برم رو گاز؟ بله چونه بگیر. چونه بگیرم؟ چونه بگیر برو رو گاز. میتونی پودر بریزی دوباره. پودر. آخه این پیازش کاملا مشخصه که زیاده کلوفترم هست. همه خوشمزدگیش به خاطر اونه. همه ادویه هاشو ریختی؟ بله. آره. میرم بر خودت بزن. ببخشید یه خورده دستم کثیفه فقط. گم شو. 3 تا بسته دیگه. سهیلا برای شما. چی کار باید بکنم؟ بسته 3 تا. درسته. هیچی. بکن کتلت داری درست میکنی. آره. من کی؟ اصلا نمیشه. ننوشته بود تا کی؟ چی تا کی؟ تا آخر چالش، تا آخر این 5 دقیقه. خب کیم؟ جنابالی باید بریزی تو روغن. چی بریزم تو روغن؟ مساله منو دیگه. بذار 2 تا بزنم. یه دونه. آقا یه دونه فیناله. آخه 2 بار یه چیزی گفتی. حالا من دومیه رو یادم نمیاد ولی 2 بار یه چیزی رو گفتی. ماشاءالله. ببین بد در بیاد. سم به من روغن کم زدی یا؟
اصلا به من ربطی نداره. پس به کی ربط داره؟ مطمئنم خوشمزه میشه. آره. چه حساب تقلب کردی؟ متاسفانه برای ایشون شما دست به کار من زدی اون اوایل. دست به کار کی؟ عمه سهیلا. یه دونه. خب نمیتونم حرف بزنم. بیا کار منو بکن. کار کیو؟ 2 تا اونجا داشتی با این 3 تا. خب کار شما چی بود دوست عزیز؟ اجازه بده من این ساعت رو بیارم. دستم خیس شده، آیپد دیگه عمل نمیکنه. آخه میدونی قضیه چیه؟ قضیه اینه که این خیلی کم کاری میکنه. به خدا نمیتونم راه برم، همه رونام گرفته. میشه کار خودت هم خودت بکنی؟ هست اونجا. هست روغن. خب زیرش حداقل روشن میکردی. واه میبینی چقدر حرص میده؟ من خودم قشنگ کار خودم رو کردم. این فیلم میگیره مگه؟ اینا فیلم میگیرن؟ آره بابا اینا تاچه. این دوربینه چرا بر نمیگرده؟ عزیزم اون تاچه. آیپد خراب شد. بذار داغ شه یکم. مطمئنی؟ آره بابا یکم باید داغ شه. چی بابا؟ ای خدا. این طرف رو باید بگیرم. خودمو که این همه سوتی میدم باید بگیرم. انجام بده. چالش تمام شد. تو بر من هیچ کاری نکردی ولی من بر تو این کارو کردم. زود باش. اونجا گفت نوبته. کی کارت کشید دفعه پیش؟ نمیدونم. منتظر منی. کی کشید؟ منتظر کیم؟ خدایا. اونو بذار تو ریخ. کی رید؟ گم شو. بیا برو این ور. تموم شد. نمیخوام. که خودت میدونی و خودت. بکش. غیبت کن. 5 دقیقه باید قشنگ غیبت کنی ها. آخرین راجبه همه. آخرین 5 دقیقه است. آماده ای؟ زدی؟ بله زدم. والا شوهر سهیلا خانمو دیدی؟ آره آقا رضی. اینا مثل که توی اداره ترفیع گرفتن. وضعشون خیلی خوب شده. میدونی که چرا وضعش خوبه؟ چرا؟ زیر میزه میگیره. از کجا میدونی؟ بابا رضی رشوه بگیر معروفه تو ادارهشون. مثل اینکه تو بنیادم هست، پسرش هم برده. آره بابا بد مفخورن اینا. من چرا دارم غیبت میکنم؟ بجام. آره اینا این شکلی. آره تو بزنم. چیز نشده. خب این شکلی هن که آره ازدواج کرد. خب دختر شوهر داشت. سلماس مثل که شوهر اهل بزن و بکوبه. اهل عرق خوری و پابسات دیگه، مهمونیای چیپس و ماسی دیگه. من میگم بهشون بگید که بابا تو ازدواج کردی دیگه تموم شده. خدا به سر شاهده من چند سری به این دامادشون آقا مجید گفتم. اصرار من میکنم که بذارید من کمکتون کنم. اونا میگن تو مگه فضولی. آقا چی میگن تو مگه فضولی. من مگه دوست شما نیستم. من یه بار رفتم بهش گفتم که آقا اگه مشکلی هست بگو. گفت تو من گوخور مایی. اینجوری برگشته به من میگه خیلی بی‌ادبن، خیلی بی‌شخصیتن، خیلی. باز من گفتم مگه منیژه‌تون باردار شد؟ منیژه‌شون که بابا پارسال زایید، مگه خبردار نشدی؟ بهمون نگفتن. اینا از اول با من مشکل داشتن. میدونی که سر چی؟ حسادت. بابا اون سال که ما رفتیم مکه. خب چی شد؟ همین دیگه ما رفتیم مکه. اینا کربلا. چششون بر نداشت. کل محله برای ما ریسه آویزون کردن، تابلو بنر زدن اونجا تا اینجا که خوش آمدی سرکار حاجی خانم ترین پورنادلی نصرآبادی.
اینا چششون بر نداشت ببینن ولی دیگه. این چشتنگا اصلا هیچ نه تبریکی نه چیزی. گفتم حسودیه. یه حجک و مقبول سعیک و مشکوری. به حاجی ها میگن دیگه برمیگردن. یه حجک و مقبول و سعیک و مشکور. آره یعنی حجتون با خدا قبول باشه. حجتون با تلاشی که مردم. کردید اونجا شکر کنید خدا رو. خیلی قابلم هم کوچیکه. گم شم بسه. حتی خب برو اون بر وقتی کاری نداری. روغنم تموم شد. یه بطری آفتابگردون رو تو چی یه کار هفته کنم؟ مصرف میکنی. نه خیرم. چی کار کنی؟ از دیابت جلوگیری کن، از بابا، کلسترول این- جلوگیری کن. پتی احتیاجی نداری بالا سرش الکی وایسی. دوست دارم وایسم، میخوام به بهترین نحو کارم رو انجام بدم. اه؟ آره خیلی بیشرفی. نه خودتو بسوزون نماره، اونجا هم جای خطرناکیه. دیگه همینی که هست چون من دیرم شده. بله سمیه اینا رو نگفتم. سمیه اینا رو یه دونه گفتیم چیزو. ببین اگه وجدانی چیز کنی، اگه وجدانی امتیاز بدی برنده هم. آره وجدانی. اینو گذاشتم رو 3 به دودزایی برای آفتاب. چی؟ دود میکنه. خب آخه نمیزنه. آخه این اومد این تو کار من دخالت کرد. ریدی تو. چالشه دیگه. آره انقدرش هست. آره چی؟ شاهین خانم اینا رو بهت بگم. اوه که نگفتم. گفتی بابا اصلا خودت نمیفهمی. گفتی فلان شاهین خانم اینا. چی کار داری میکنی؟ من یه دونه جدید شلومبون. تموم شد. اوه. تمامه. جفت. غذاتو سرو کن. هیچ کاری نمیتونی بکنی. دست بالا. دست دست بالا. دفعه پیشم من چیز کردم. زود تموم کردم گفتی اصلا هیچی نداره. یادتونه؟ نه. چرا بچه‌ها بابا یادشونه؟ لباسمو کثیف کردی. هیچ برتری نداره اینکه زود تموم کنی مسکن. فقط نمیدونم چرا این کار کردی. دهنمون سرویس شه. خب مال من چه حاله؟ بر شما به من ربطی نداره. شاید اندازه خودت از کلمات ممنوعه استفاده کردم و متوجه نشدی. باز دست به قابلمه من. اونو پس خاموش کن، داره دود میکنه. به قابلمه کی؟ خاموش کنم. وای چه تو مخی هستی تو. کی تو مخه؟ تو هیچ. کثافت. وای قشنگ بازی روانی با من میکنه. عشق ابدی اینجا دیگه. بعد تازه اینجوری میکنه 1000 دفعه گفتم تو نفهمیدی. کی نفهمید؟ تو 2 تا 3 تا. غلط کردی. چرا اینجوری میکنی؟ از بابا پول خودت باید نباید بدی. اینو 3 تا کنی. برای ایمنی دیگه. زیر تمام شعله های منو الکی برمیداره کم میکنه. بادمجون شل شد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ الان 3 تا دیگه شما آماده داری. برو بابا. ببینم درست انجام میدی یا نه. اون سوخته رو میشه ببینم؟ نسوخته. نه این نسوخته؟ نه. چه چیزا؟ اینم شاهکار منه. شاهکار من. شاهکار کی؟ تو هم گفتی. کی گفت؟ ای خدا. یه دونه برای خودم میزنم که بالاخره تونستی یه دونه اما بگیری. خب بیا اینجا رو تمیز کن. واقعا اگه تمیزی میز کار نمره داشت تو 0 میشدی. 0. اصلا دیگه هیچ انرژی برام نمونده. خب کلمات ممنوعه تمومه؟ آره. خب اذیت نکن دیگه. تصویب نشده تو استفاده تمومه. می. منم گفتم بله. پس گم شو دیگه. خب پس بده یه ذره دو لنگ پولی. لنگی وقتی که هی هر چی ما میگی تموم چیه؟ شده. بادمجون. ظلم ظالم کشف کامل.
بچه ها خونمونم گرم میشه وقتی چیز روشن میشه، گاز روشن میشه. هالوپک باز من یادم رفت. هالوپک برای من بود. دیگه میخواستی زودتر استفاده کنی. اسکی که تویی. خب اینم کارنامه اعمال ماست. هیچ حرفی ندارم. من گارنیشم تمام شد. منم گارنیشم تمام شد. اینه سینکاین من. خب اول حساب میکنیم که چقدر قراره ما پول به صندوقمون واریز کنیم، یعنی رو $250 چقدر باید بیاد. شما چقدر جریمه شدی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 پتی 35 36 37 38 39 بسه 40 41 42 43 44 45 46 47 ضرب در 5 تا 35 تا 5 میاد اینجا، 3 میاد اینجا، 4 5 تا 20 تا $235 شما جریمه شدی. نه قبول حالا ندارم. من 1 2 3 4 5 6 تا دیگه من همجوری حساب می‌کنم. 5 تا 30 تا 6 تایی که من فهمیدم که این 5 میاد پایین 3 و 3 میکنه 6 خودش گفت $265 ما باید به صندوق ذخایر ارزیمون واریز کنیم. شما $235 بیار تا منم $30 رو بیارم. من فهمیدم که اصلا آدم چند بعدی نیستم، من کاملا تک بعدیم. مخصوصا میدونی من از آشپزی اینجوری نیستم. $30 خدمت. فکر نکنی پول واسه من ارزش داره. من آدمیم که پول مچاله میکنم. اون پول بعدش برمیگرده سر جاش وضعیتش. چی میگی؟ برچی نگم. ما اصلا پول برامون ارزش نداره. بعضی وقتا اصلا دماغمون با پول میگیریم مچاله میکنیم میندازیم اون تو. چقدر لوس بیمزه. شما ترشیبی پولتو بیاری؟ بچون. آی 235 تا اخ کن اینجا. من ندارم آخه. چقدر داری؟ مشکلی نداشته باشی ما ای ترانسفر هم قبول میکنیم. 5 جایی بده اگه داری. برو بابا. چقدر شد؟ 200 تا. خب 200 تا. خب من ول کردم، تو نباید دیگه حساب میکردی اون آخرا رو وقتی خودت چیزم تموم شد. چقدر بود؟ داد من میتونم 200 تومن به شما بدم. 200 تا. 200 تومن هنوز به دلار عادت نکردی؟ نه آخه من میتونم 200 تا بدم. چقدر موند؟ 30 تا. ببر دیگه چیز کن. 35 تا. خب الان ما چقدر پول داشتی؟ نه این نهارم حساب میکنم و بره بیا. برو گم شو. 35 تا دیگه بده دیگه. خب جمعش چقدر شد؟ ما 265 داشتیم، یه 250 هم از قبل داشتیم. این 0 و 5 که 5 5 و 6 11 1 میاد اینجا 3 3 2 $515 ما الان پول داریم. من رفتم. یا اینجا مسخره بازی در نمیارم، میگیرم زیر مسخره باد انتقادا. قیافت. خب حالا این پول به کی میرسه؟ توی 2 قسمت قبل یه قسمت من برنده شدم، یه قسمت تعیین برنده شد. وجدان فقط میخوام داشته باشی که نه من برنده رو مشخص. وجدان دارم. من پیشنهادم میدونی چیه؟ اصلا غذای تو رو امتحان نکنیم. گفتیم وجدان داشته باشی دیگه. چون کسی که وجدان داره این حرفو نمیزنه. نه وجدان ندارم، این آشغالم نمیخورم. خب نکن دیگه، ما داوری باشیم رو صداقت. خب الان اول مال تو رو امتحان کنیم. خیلی از من انرژی میگیره. به جون تو با صداقت چیز میکنم، داوری میکنم. اینو خالی باید خورد؟ آره. رویه رو برد. پوست بادامجونی که نباید بخورم. چرا میتونی بخوری؟ عزیزم باید اونو تیکه کنی این شکلی. ببین گاز میزنم. خب بکنم داغه. بون اپتی. چطوره؟ نمیخوام ریاکشن
ببین خوبه مال تو. سس فقط میخواد. به نظر من باید با سس خورد. بدون سس یه ذره طعمش کمه. نمیخوام دیگه. تفاخون قاطی کردی؟ فوق‌العاده است. راست میگی؟ عالیه. بچه‌ها کوکو بادمجون خیلی خوشمزه است. کوکو بادمجون خیلی خوشمزه است یا من خیلی خوب درست میکنم؟ تو خیلی خوب درست میکنی. قربونت، مرسی. حلاله. Unpredictable. اونم یعنی چی؟ من یه رقیب عالیم. من برنده شدم؟ صادقم. تو برنده شدی. میشه اول مال خودم بخورم حالا؟ آره بخور. این که عالی بود. بخور تا نریختم دور. بچه‌ها چرا نمیچسبه؟ من که مواد زدم. پودره چرا نچسبید؟ یعنی جدا میشه الان. زود باش میخوام بون اپتی. با جایزم ازم عکس بگیری. ما مریض میشی نخور. و میدونی چی قشنگ بود؟ این که تست نکرده غذای خودتو منو برنده اعلام کردی. من تو رو برنده اعلام نکردم، گفتم بذار بخورم. گفتی حلالت باشه. راست میگی. خب حالا با اینکه خوردی برنده کیه به نظرت؟ این مزهش کمه. آره. نمکشو خودش ببین خوشمزه است، مثلا نمکش کمه، فلفلش خوبه. مثلا میشه نمکش خیلی کمه. یه روزی بگی محمد بیا این غذا رو دوباره درست کنیم بخوریم، یا اینو میگی درست کنیم بخوریم؟ کوکو بادمجونو میگم محمد میشه کوکو بادمجون درست کنی بخوریم؟ همینم کافیه برا من. آره. خب بله، ما برنده باید اعلام کنیم. بذار اونجا اعلامت کنم. در آیله ما اگر صفا نیست خدا هست. بله. آنجا که صفا نیست در آن نور هما هست. در فینال آشپزی بین ترین و محمد مفتخرم که اعلام کنم برنده این مسابقه کسی نیست جز محمد ربیفر. یه ازت عکس بگم، با غذاتم باید عکسی گرفتم نگرفتم. آنجا که صفا. بدبخت عقده‌ای. تشکر کنم مسابقه آشپزی که برات راه انداختن. بچه‌ها بعضی وقتا تنین با این دوربین عکس میگیره فلو میشه. من نمیدونم چجوری با این دوربین عکس فلو میگیره. همه چیش اتوماتیکه، فقط یه دکمه باید بزنی. بچه‌ها خیلی به من گیر میده. یعنی تار میشه عکس. بچه‌ها خیلی هم من ایراد میگیره. یه چیزی میخواستم بگم. بچه‌ها شب فکر کنید که درسته که از این جیب به اون جیبه، ولی خب ما این فرصت رو به هم دیگه میدیم که چیزی که دوست داره طرفو بره مثلا باهاش بخره. و من الان خیلی خستم به خاطر اینکه آشپزی اصلا امون منو میبره و واقعا معذرت میخوام اگه هرست صدی نداری؟ صدی به ما بدی؟ بابا زشته. واقعا معذرت میخوام که هرستون دادم، ولی واقعا من با این شما فکر کنم بیاین این آقا خیلی سخته باهاش کار کردن. ترابل نداشتی؟ بچه‌ها امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. ما الان خدافظی میکنیم، ولی بعد از خدافظی ما ویدیوی کادو گرفتن محمده، چیزی که دوست داره بگیره. نمیخوای بگی چی میگیری؟ دو هم حالا نیست، جایزه است. جایزتو 4 دقیقه مونده ترین به پایین ویدیو. یادت باشه که من خیلی دوستتون دارم. خدافظ. میگه در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست. آنجا که صفا نیست در آن نور خدا بخش. ماهتون عسل، شبتون شیشه ای، به سمتتون خدا. خدا نگهدار. سمتتون خدا. دوباره تار شد.